مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. در قدم اول سپاسگزار و شکرگزار خدای خودم هستم و خدایا شکرت بابت این که بار دیگر به من فرصت دادی و این توانایی رو داده که این ویدیو رو بگیرم و صحبت‌های داشته باشم. و در قدم دوم سلام و درود خداوند بر شما دوستان عزیز، بر تو رفیق دوست داشتنی و فوق‌العاده خودم. امیدوارم که در هر جایی که هستی در پناه حق بسیار خوشحال و سرفراز باشی. من امید محمدی هستم و دانشجوی توسعه فردیم که واقعا این مسئله را و این موضوع را رسالت و رویای خودم میبینم که واقعا خودم را بشناسم که ما از کجا آمده ایم، بهر چی آمده ایم و به کجا میرویم. و میخواهم این مسائل را یاد بگیرم خودم و با شما رفیقای دوست داشتنی و خوب به اشتراک بگذارم. و مطمئنا یک موضوع خیلی مهم و ارزشمندیه که هر شخصی لازم داره و دوست داره این مسائل یاد بگیره و من نهایتا کوشش کنم که برای شما مفید واقع شنم و بتونم یک کمک کنم که واقعا شما هم در این حوزه و در این مراحلی که واقعا دوست دارین همگی ما با هم رشد کنیم، پیشرفت کنیم و به اون شخصیتی و به اون کسی که دوست داریم تبدیل شویم. به خاطر که ما تا تغییر نکنیم زندگی ما تغییر نمیکنه و من خودم تا تغییر نکنم زندگی از من تغییر نکنه. و بابت همزی مسائل میخوام واقعا خود باورهای خود را، شخصیت خود را خیلی تغییر دادم. اونایی که من رو میشناسن واقعا فوق‌العاده من تغییر بدم و هنوز خیلی نیاز دارم بازم تغییر کنم. و به اصطلاح وطنی ما او چلج را و او تکنیک را و او درس ها و آموزش های لازم را تا یک مقدار دیدم و در اون آموزش میبینم و آموزش هم خواهم دید که واقعا تکنیک های بیشتر را و اون مراحل بیشتر را یاد بگیرم که واقعا چگونه شخصیت خود بتونم ما تبدیل کنم، تغییرات در وجود خود بیارم، در باورهای خود، در تمام وجود خود. و کوششم که برای شما هم مفید واقع شنم و از تو دوست عزیز و رفیق صمیمی خودم هم میخوایم که مرا حمایت کنی و واقعا دوست دارم که همه ما یک دوستان، یک کمیونیتی، یک رفاقتی و یک تیمی فوق‌العاده را بسازیم که همه ما برای خود الگو باشیم، برای خود، برای خانواده و یک انرژی مثبت را به جهان ساطع کنیم و یک موفقیت های را کسب کنیم و اون رویا و رسالت خود را زندگی کنیم که به خود افتخار کنیم. و من اینجایم که این تغییرات در وجود خود بیارم و در صفحه خود هم به اشتراک میگذارم و میخوایم که برای رفیقایی که پیج ما را دنبال نه، تو دوست عزیز و در انشالله در آینده دوست های فراوانی که ما مطمئنم که از طرف خداوند هدایت میشه به این پیج و انشالله ویدیوها رو میبینه و خیلی خوشحالم. و برای امروز یک معرفی اولیه بود که انشالله در هر جایی که هستید خیلی خوشحال باشید و از این به بعد ما موضوعات بیشتر را مورد بحث قرار میدیم و از هر کدوم از شما میخوایم که من حمایت کنید و چرا از اینکه من میخوایم واقعا از شما یاد بگیرم و خود من شاگردی کنم در برابر از شما، در برابر جهان و یک شاگرد خوبی باشم که واقعا اون درس ها رو که یاد میگیرم خوب عمل کنم و از هر نکته و از هر مسئله واقعا به بهترین وجه احسن استفاده کنم و یک زندگی فوق‌العاده و شگفت‌انگیزی که لایق بهترین ها را دارم و برای بهترین ها آفریده شدم. نه تنها من، همه ما اون زندگی فوق‌العاده را با اون زندگی عالی را زندگی کنیم.
و من به تو دوست عزیزی که این ویدیو رو میبینی هم خیلی افتخار میکنم، به خاطر که یک مسئله رو بگم، در دنیا هیچی به صورت اتفاقی رخ نمیده. استادم قصه کرد، گفت که به خاطر که دو نفر در بیرون، دو تا نفر غریبه که هیچ هم دیگر رو نمیشناسه، 168 ذره یا 1068 گفت یا 168 با هم باید یک جایشونه تا دو نفر با هم دیگه فقط بیرون یک فقط چشم به چشم میشنه. و حالا که تو ویدیوهای من تا اینجا میبینیم، من مطمئنم که یک شخصیت فوق العاده داره و مثل من دنبال موفقیت هستی، دنبال رشدی و خیلی هم موفق هستی و من به تو افتخارم تا اینجا را. و انشالله از این به بعدم با امید خدا پیش می رویم، با موفقیت، با سربلندی، با افتخار، با عزت. و انشالله که من مطمئنم که خداوند کائنات جهان هستی همواره حمایتگر ما، هدایتگر ما و حفاظتگر ما هستند که ما در مسیر درست، در راه درست هدایت می شویم و وارد هدایت خداوند هستیم. و این آیه قرآن رو من همیشه مثلا از خداوند می خواهم که میگه که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما را هدایت کن به راه راست، به راه آنهایی که برایشان نعمت داده ای. انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه به راه کسانی که آنها در تاریکی و گمراهیت رفته است، آنها گمراه شده است، بلکه ما را در راه صراط مستقیم، راه زیبا و راه پر از نعمت‌های فراوان هدایت کن که اینطوری حمایت شده هستیم، هدایت شده هستیم به لطف خداوند و کوشش کنیم که واقعا پیشرفت کنیم و بیشتر نعمت‌های خداوند را جذب کنیم. و از طرف خداوند میخواهم که برای همه ما عزت بده، سربلندی بده و حس خوب بده و انشالله که در پناه خداوند موفق و سرفراز باشی و تا ویدیوهایی که در آینده ما ثبت میکنم و انشالله شما را به درگاه خداوند، به دستان خداوند میسپارم. شاد و پیروز باشی.